هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما امام اعظم سراج الامه. اگر علم در ثریا باشد، هر آینه مرد از اینها آن را به دست می آورد. این حدیث محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حال گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس رضی الله تعالی عنه بود. درستی سخن پیغمبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن مردان از فارس و مثل امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، سیوطی، جمال الدین افغانی، ابوعلی ابن سینا، حافظ، بدیل، سنایی، جلال الدین رومی، فردوسی، جامی، خیام، سعدی و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان معارف اسلام با اثبات رسانیده سخن خدا و رسول را گرفته به جهانیان تخم علم و حکمت و عقل را کاشیدند. امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت در سال 80 هجری به 699 میلادی در کوفه چشم به عالم هستی گشاد. او از ملت فارس و فرزند فرزانه ملت تاجیک بودند. بابای امام اعظم زوتی نام داشته، اصلا از مردم بلخ کابل افغانستان بودند. هنگام فتح خراسان از جانب عربها به اسارت افتاده با آنها میماند. زوتی در ابتدا میان عربها مانده و سالهای زیادی را به صورت اجنبی گذرانید. مردم توجه خاصی به ایشان نکردند و اگر هم کردند به سبب تفاوت زبان حالتی او برای همه مشخص نشد و به خاطر نیازهای زندگی ناچار شده با اهل آنجا رابطه دوستی برقرار کند و مدتهای زیادی با تعلیم علم آماده شد. زوتی فارس زبان بود و در مورد امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم ثابت شده است که با مردم عجم با زبان فارسی صحبت میکرد. در زمان خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه شهر کوفه یکی از شهرهای پیش ترقی کرده به حساب می رفت. به همین مناسبت زوتی کوفه را انتخاب می کند و در آنجا زندگی می کند و اکثر وقت را برای ادای ادب و احترام در نزد علی رضی الله تعالی عنه می گذراند و زوتی به زیارت علی ابن ابی طالب می رفت. ثابت پدر بزرگوار حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیهم در کوفه تولد شدند و زوتی او را به نزد حضرت علی رضی الله تعالی عنه حاضر کردند و حضرت اظهار شفقت فرموده و در حق ثابت و اولادش دعای خیر کردند. زندگانی ثابت مفصلا معلوم نیست، فقط از منبع‌های اخبار معلوم می شود که برای امور روزگار تجارت میکرد و در سن 40 سالگی خداوند به او فرزند عطا فرمود که او را نعمان نام گذاریدند. آوان نوراسی و جوانی نعمان در زادگاهش کوفه گذشت. او قرآن کریم را در سن خردسالیش پر حفظ نمود و در طول حیاتش از داخل قرآن و حدیث ها 64,000 حکم شرعی را به جهانیان مثل باران رحمت به خواست خداوند کریم فشاند. ناگفته نماند که ابو حنیفه رحمت الله علیه به همه علمهای عصر خود شناسایی و معرفت کامل داشت و رو آوردنش به فقه هم بعد از آموزدن علمهای دیگر صورت گرفته است. ابو عبدالله ابن احمد ابن قدام میگوید که خداوند دعای خلیفه بزرگوار علی ابن ابی طالب را در حق فرزند ثابت یعنی امام اعظم اجابت نمود. از برکت همین دعا بود که خلیفه ها و فرمانروان روی زمین و اکثر جمعیت مسلمانان از پیروی ابو حنیفه و از رهروی اویند و در علم فقه هم عیالی یعنی محتاج فقه ایشان هستند. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم در سال 96 هجری به 714 میلادی هم با همراه پدر بزرگوارش به زیارت خانه خدا، حج و زیارت آرامگاه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مکه و مدینه سفر نمودند که سن مبارکشان به 16 رسیده بود. امام اعظم در طول عمرش 55 مراتب حج کرده است. ثابت پدر امام اعظم مرد تاجر و ثروتمند بود. ابو حنیفه رحمت الله علیهم 52 سال عمرش را در دوره حکمرانی امویان و 18 سالش را در دوره حکومت عباسیان گذرانید. طبق روایت منصور عباسی امام اعظم را به بغداد دعوت کرده و به سبب محبوس نمود. در بعض روایت ها میاد که برای عنوان قاضیگی پیشنهاد کرد اما امام قبول نکرد و او را به زندان پرتافتند. و ابو حنیفه نعمان ابن ثابت پس از چند مدت رنج و عذاب محبوسی در زندان در سال 150 هجری به 767 میلادی از عالم گذشتند.
انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمتش کند امام بزرگوار ما را. در بعض از روایت ها آمده است که امام اعظم را در زندان زهر داده کشتند. جنازه آن حضرت را جمعی 50,000 نفر خواندند و 7 بار جنازه آن حضرت را در علاهیدگی خواندند. مقبره امام اعظم رحمت الله علیهم در بغداد بوده زیارتگاه مردم مسلمانان می باشد. مذهب او مثل نور تابان از کوفه تا عراق و فارس و چین و ژاپن، مغرب و اندلس یعنی اسپانیا و تمام اروپا از شمال تا جنوب آسیای میانه انتشار یافت. مسلمان‌هایی که روش بندگی خدا را طبق مذهب او انجام دهند تقریبا نصف زیاد یعنی 60% مسلمان‌های روی دنیا را تشکیل می‌دهد. ای بارا خدایا با سبب درجه حبیبه و امامت ما را به احکام اسلام عامل گردان. و تصنیف حضرت امام اعظم رحمت الله علیهم اینهایند: یکم الفقه الاکبر، دوم الفقه الاوسط، سیوم العالم و المتعلم، چهارم الرساله، پنجم کتاب الوصیت، ششم کتاب الرد علی القدری. امام اعظم رحمت الله علیهم اصول مذهب و فقه خود را از 7 مصدر گرفته است: یکم کتاب خدا یعنی قرآن، دوم سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی حدیث، سیوم فتوای صحابه و اقوال گفته های ایمان، چهارم اجماع امت، پنجم قیاس، ششم استحسان، هفتم عرف. ای بارا خدایا آن چیزی که از نیکی ها گذشته است برای ما روشن گردان و فقه امام را نصیب ما گردان. مایه قید است که ما نباید فراموش کنیم در 100 سال آخر ما از تاریخ نیاگان خود و از دین خود حرف زدن و صحبت کردن را برای ما خوش ندیده و جنایت می‌دانستند. امروز جای افتخار است که برای هر یک فرد تاجیکی اصیل که معمای سربسته را که آرامی پرورده 1000 ساله ملت فارس و تاجیک را رئیس جمهوری تاجیکستان عزیزمان با اراده مستحکم و در میان دشمنان دین و ملت کمر همت بسته با وجود چقدر گرانی ها این مسئولیت بزرگ را به عهده گرفت. در سرتاسر تاجیکستان سال 2009 را رسما سال بزرگداشت امام اعظم اعلان کردند و این جشن هم با افتخار و سربلندی در نزد جهان اسلام انجام یافت. امید است که قبلا و روحاً از جناب عالی که این چنین جشن‌ها بردوام می شود و با یاری خدا ادامه خواهد داد. دوستان عزیز، خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.